به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام گرم و جوشان خود را به هر یک و یک شما میرسانیم. چخیلی که ما در قبل گفته بودیم که برنامه میسازیم که حالا نام ندارد. الحمدلله میبینیم که امروز نام گذاشتیم با نام خوشه از گوشه، یعنی که هر یک خوشه از هر گوشه و کنار دنیا، از هر گوشه و کنار وطن. و امروز خوشبختانه اولین برنامه ما میباشد. مهمان عالی قدر ما، اولین مهمانی که در برنامه تکلیف کردیم این بابا جان، یعنی که حاجی بابا جان میباشد که روزهای نزدیک از خانه خدا آمدن. خوش آمدن بار دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیز ترجمه من سخن به شما میگم. خوش آمدن. به نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی کنم سخن باز. سلام علیکم و رحمت خدا. دوستان عزیز، پروردگار نگهبان هر یک قدم شما باشه که اولش خداوند و شما هستی که چقدر مردم نیازمند و کمبغل دستگیر میکنه. رحمت خدا برادر جان که مقصد قدر کرده با یکمین مهمونی مقصد برنامه شما شدیم. الحمدلله ما که در همین تریتوری مسجد کار میکنیم ان شاء الله. همراه این برادر عبدالله بخاری برادر میشناسیم، کار محمد اقبال که با اینستاگرامش محمد اقبال رشتی هسته. الحمدلله برادران قدردان هستن، چقدر مقصد خدمت میکنن. الله شاهده که فرق نداره. مقصد او وقتی پدپیچی میگم برادر خواهر میگم سخن درست هم شود، یعنی که شخصیت هایی هم مهم نیست که 100 یا 500 هزار پدپیچی داره. هر یک قدم شما که یک قطره از سو میپرته یک ویدیو را پهن میکنه برای شما مثل همین برادرها مقصد هم قدر داره. رحمت کنه همه تا اکجون با مقصد سوالا باشن اگر چی ان شاء الله. خب به هنگام معلوم است که بابا جان شما در چه کار و فعالیت هستید؟ میگفتید که در این کارها شما را کی توصیه داد یا که چی هدف ها داره در همین کاری که خیلی که شما پیشه گرفتید؟ خوش به حالتون. چی شما را سبب شد که در این راه آمدید؟ بله دوستی عزیز، مقصد از این که راستی کار یک کاری است که مثل صدقه جاریه، یعنی که برای قیامت هم کار میکنی، هم در این دنیا مقصد مردم خرسن، خلق این کمبغل نیازمند خرسن و هم دیگه قیامت آباد میشه. اولش پروردگار، دیمش که همه این سببگارش مادر یعنی که مادرمون بیمار بود، تا این سال کسلی اختارمش از دنیا گذشت. یعنی که آرزو کرد که بچم دختر شه و وقتی کلون شدیم مردم کمبغل نیازمند دست بگیر. برای که وقتایی بود که من امکانیت یک اکل خریدم پدری من نمیکرد که مقصدش نداشت شرایط که بخره. بعضی مادر میدونیم محل که مادر جلوهیده است باید یک کپل یک سیستمش میگه یک اکل کردن در کار نبود شرایط داره جنگ گشنگی و تشنگی بود اون خاطر اولش که همه ای ارزوهای مادر. بله اولش بله مادر شد. بعد این وقتی که باویا هستیم خیلی دختر شدیم الحمدلله یک ارزوی مادر برآورده شد که خلق ما الحمدلله میدونن. قشلاق خدمت خصوصا که من در بانی سودا کار کردم قشلاق خدمت که من میرم الله شاهده که یک زنک من یک بار 25 سومونی دادگی، مثلا 25 سومونی مجبور داشتم یک هفته کارش کردم. اصلا نیست یعنی آدمای دیگرش هم مثلا چیزی دارم قشلاق کار میکردم یا چی میکردم نمیگرفتم یا بعد میبینی یک سطحی کارشکا با خانواده شد. من خیلی بود الحمدلله. بهترین. خوب برادرم لطف فرمودن میگفتید که وقتی که شما در مدینه قدم خود را گذاشتید، او جایهایی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم قدم گذاشتن و کار فعالیت کردن، مثلا عمر خود را به پایان رسانیدن و دیدید چی احساسات شما را فرا رسید؟ خوب دوستان نگاه کنید، سه که ما میگیم شنیدن خیلی بود مانند دیدن. سه که او جمعه خودت احساس میکنی میبینی و بعد هم اگر من روز شب و روز بگم شما احساساتون در مقصد در خود احساسات کردن نمیتونید. برای که جایی که پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم، جایی که ابوبکر صدیق و عمر فاروق مقصد دیگر صحابه ها بودن چقدر عذاب ها کشیدن. مقصد ما رفتیم جایی که چی میگن سلمان فارس خندق اونجا وقتی که میرم روضه پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم دیدیم قبر حضرت عمر فاروق مقصد ابوبکر صدیق و عایشه مادرمون که در اون مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار دارن، در اون خانه شون میگیم جای زیست استفاده میگیشو ما در اونجا نماز میخونیم و تماما دیگر است. اصلا هم میگن که مدینه آرام ترین و بهشتی روی زمین است. این در حقیقت داره. وقتی که مکه میرای فقط گوش دهم مسجد که حتی مکه در خانه خدا از ما دور طواف میکنیم مقصد گیر میگردیم، اما مدینه حسیاتش بوش مقصد یادکنیش تماما مدینه آرامترین روی مقصد دولت یا شهر آرامترین در روی زمین است. به خاطر که اونجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوب است. خوش به حال آن نفری که امت محمد صلی الله علیه و سلم است
و خدای کرده باشد که چخیلی که در قبلی ما گفته بودیم که هر یک امتی ما شما را، هر یک امتی محمدی را در فردا روز قیامت در پای بیرق محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم خستن اونا نصیب روزی گرداند. آمین. خوب لطف فرموده میگفتید برادرم که سفر حج در زندگی شما چی صحیفه را باز کرد؟ خوب دوستم، هر یک شخصیتی که خانه خدا میرم میبینه جایی که مقصد خصوصا به خودم جواب بگم، با اصلی مردم یک طرفونه شو. وقتی به خودم رفتم، وقتی دیدم که خود از مقصد راههای اسود مقصد چقدر شرایط خوب مهیا کردگی برای خلق مسلمانی حاضره، اما 1400 سال پیش 1430 سال میشه پیش ما خودم یاد میارم. الله شاهده که هر یک قدم زدم خیال کردم در همون دوران با خودم گفتم که عذاب‌های را دیدم پیش نظر بله پیش نظر، حتی ما فکر میکردم در همون دوران قدم زده استم با خودم خاطر که گفتم با این عذاب‌ها این دین مقدس به ما آورده رسونده ان شاء الله من از این جبرم. اولش خداوند حرکت میکنم که مسلمانی واقعی باشم، بعد این حرکت میکنم که برای مسلمانای خودم خصوصا برای تاجیکستان فقط فایده آور باشه، برای که من دیدم در اونجا که چقدر مردم عذاب دارن، بی دولتن، بسیارش بعضی شهر ندارن، آرامگاه ندارن، بعضی خیلی برادرای افغان رو که تماشا کردن و از چون نفسشون نشه آرزو میکنن آرامترین میخواد که دولتش آرام باشه. ما الحمدلله که دولت آرام داریم، الله شاهده ای تحت دل میگم شکرانه میگم که باز ما تنگ بازی هر یک برادری که مقصد ما رو همجا کمک میکنه همه خواجگیش آرامه که مقصد یک هستی با خیر میکنم من جا بسیار با هم خاطر حرکت میکنم ان شاء الله که از این قدری کردم ای قدر بسیار کنم کمک برای مردم نیازمند چقدر خاطر میرسم ان شاء الله. سوال چنین است که برادرم اولین کاری که شما یعنی که کاری خیری که شما انجام بوده در کدام گوشه و کنار دنیا بود؟ یعنی که در کدام شهر بود؟ شاید در وطنمون تاجیکستان بود، شاید در گویم روسیه بود، شاید در آلمان بود، در کدام گوشه و کنار دنیا بود؟ خوب دوستم خیلی پس پردگی بدیم کمکی که بده الحمدلله که اکثر معاش هم میگرفتیم خیر میکردیم الحمدلله. راستش دوره کرانتین بود که خصوصا من همین صحیفه‌ای که 15-20 بلاگ کردیم من دیدم من این آرزوام بدم دیدم که از شما عبرت گرفتم، خصوصا از صحیفه شما کارت الله و منصور تاج مسلم مقصد ملادتش که خصوصا خدمت شما شرفتن بخشش چقدر کمک میکردیم. من گفتم من میتونم، منم گپ زدم میتونم، آرزو دادی پیدا شد. حتی جایش به سکلت رفتم که قرض گفتم بتیم بعد کرانتین وقتی مغازه برادر کار بکردم مغازه که شاید من قرض میتیم تو مردم یادم کنم الحمدلله. از همون خودی استرخان در شهر استرخان کار میکردم، از همونجا سر شد الحمدلله. از سببکاری کارهای خیر یعنی که در صحیفه اجتماعی اولش خداوند برادرم مسلم یعنی که 50 میگه قطعی خود سلام کار کرده همه شکی همه من مقصد گفت که خیلی اخیار کنی من صحیفه اینکه با مصلحت اون برادرم مسلم شما این را پیش بله من صحیفه یوتیوبی خلق شدم، مقصد یک کم مبلغ جدا کردم و خود سلام ارائه کردم، خود سلام با من 100 قرآن خریداری کردم و بسم الله گفتم مقصد من سر کردم یعنی اول خیر کردم. بله من یاد دارم این هم بود وقت‌های کرانتین وقتی که اپای صبحانه با ما برام گفت یک دختر داریم که میخواد قرآن خیر بکنه. بله هم صحبت شده این هم باشد یک دو سال پیش بود. خوش بخاطر اون هم دارم و الحمدلله کار بسم الله گفته سر کردم. یکی از یعنی که موفق شدن و کمک اول خداوند او گروه میتیه او گروه کمک پیدا کردن بین جامعه مسلمانی خصوصا تاجیکستان خیال می‌کنم که هم سببی هم قرآنی که اول با بسم الله با کتاب خدا سر کردم همه شد که هر یک کار دین نیت شما که ان شاء الله در این کارا بسیار خوب بود نیک بود برای خاطر الحمدلله حال شما رو هزارها گوش میکنند مقصد با همون سخن‌هایی که دائم با زبان شما گیر میگردد گوییم که اول خدا و بعد شما هستید که من در چنین کار مثلا ما رو مردم احتیاجمند نیازمند در مقصد کمک میکنم. این سخن‌ها دائم در زبان شما هست. خوش به حال شما، خدا کند که این را همیشه پایان دست گیرید و موفق گردید در این زندگی. بله سلام باشم دوستان عزیز، به خدا چخیرم همون گفتی همون گپی لازی قشلاقی بوم همین خلق خدمت والله قسم من چی دولت‌های نرفتم مثلا همه جای دولت‌ها باشتی رفتم چی جایی که ندیدم اولش خداوند حتی در دوره کرانتین میدونم که در تلویزیون جهانی یعنی که در اروپا تاجیک‌ها یعنی که بهترین انسان‌های دانستن که با کدام چی
خلقی خودش سرجم کرده گیشنه نمونده شهر خود روسیه بوده چی دولتی نبود الحمدلله همون دولت شما کمک میکرده یعنی با واسطه سایت های شما چی کمکایی که نرسید الحمدلله امروز الحمدلله میگم که اولش از مقامدارای بالا سرکردگی تو اینمی آدمایی که در یگان مقصد یک کاری پس هم میکنن با عزت نفس میرسن در برای من اولش خداوند شما هم هست در ما هم هستن که کمک میکنن خود یارو بر میکنن به خاطر که بهترین شما گفتن که از این بزرگان گفتن بهترین شما آن نفرهایی هست که در کارهای خیر چند زننده باشند. بله تشکر زیاد. شاید برادرم فرصت را غنیمت شمرده در این برنامه ما یعنی خوشه از گوشه مینداری خود را به اون نفرهایی که در این کارهای خیر شما را دستگیری میکنن یا که دستگیری کردن و در آینده دستگیری خواهند کرد یگان مینداری میکرده. خوب وقت چی بگم دوستان از اولش پروردگار آخرش پروردگار دعای مادر به پدر به خصوصا مینداری ما به تمام خلق خدم که الحمدلله اولش خداوند و چی قدر منم کمک میکنن باوری میکنن و خصوصا مردمی که مقصد الحمدلله حاضر یعنی که در نظر دارم مردمی که تجارت کنن زندگیشون خوب است الحمدلله که پس پرده هم باشن قطعی دور اومده ایستادن خیلی مبلغای کلان میپرتوین یعنی مقصد دیگه این نیست که شما مبلغی که هم 100 روبل و 50 روبل میپرتوین نیست مقصد که مینداریم به همش میرسون که الله شاهده و یا که نباشن هم یا که من از سنتیان هیچ کم نمیشناسه همون نیازمندی به ما هم مراجعه نمیکنن با ما کمک کردن یعنی که مینداریم به خلق خدمت میرسونم به خلق سربلند خدمت تمام با خب ما نیز مینداری خود را بیان میکنیم به او برادری که به او حاجی بابوی 88 که امروز سخنی ما را رد نکردند و در دکان خاکسارانه ما قدم را انجامدند در مغازه زیارتشاپ یعنی اینکه در برنامه خوشه از گوشه بسیار میندار هستیم که سخنی ما را رد نکردند آمدن امروز مهمان اولین ما شدند قدم‌های شما را نور هدایت سر نکنیم و در آخر بهر هموطنان بهر هر آن نفری که گوش به صدای ما دارند چی تمنیات دارید؟ خب دوستی عزیز رحمت خدا برای یعنی که تکلیف کردن یعنی که خیلی از خانداری میگو که سخن از دهان ما خوش است سخن از شما کردم و ما به سر دارید یک چیزی رو شما کرده از دوستان اشاره از ما به سر دارید الحمدلله که دوستان عزیز من برادر گفتم که از دوره پیش گوش میکردم الحمدلله بعض این یکی تد مسلم اکایت لونسو حسوس میخورم حتی من حتی سلام کنم مثلا چقدر کاری خیر میکنن الحمدلله امروز برادرای نزدیک من الحمدلله با هم دیگر حرکت نمیوردم کنیم طول یک سال شده شده که در مترو لوبلینا این برادرها که الله شده برای رکلامشون حجامه شده بودن خاطر محمد بول رشتی برادر محمد شده بودن الحمدلله امروز با اومدن در مترو براتسلاسکی مقصد شدن پروردگار ای قبیسیو شد تیا پروردگار و کل دنیا را همین سربلند باشن که یعنی که نگاه کنه برادران الله شاهده حتی در قشلاق خود من پرمیر بیارم یک کسی هم ماشین میخرم چقدر خرسند میشم که در یک همبغل یک پدری من یک کسی اصلا سوار میکنه و هم خاطر همیو که رفتن پیش انشالله با چقدر مردمی نیازمند دستگیری میکنن وقتی که یک کس بالا میرود دوستان عزیز همین گپ من با دقت گوش کنید از پاش نه قپی کشف فرورش شما را حرکت کنید با هم بند عزوی که مشکلی برومده شما را بروید و هم خاطر دعاگوی هر یک قدم شما هستن مردمی تاجیکستان مردمی سربلند تاجیکستان با خدا که پروردگار ای قبیسیات رو بتیا مردمی که کمبغل نیازمند داره کمک نرنجه نگاه کنید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و میگه که اولین قدم اولین یعنی که قدمی در بهش میمونه این خلق نیازمند کمبغل هم برای شما خاطر باید شما سربلند باشه کمبغل تا چندی که مقصد اگر شرایط پس باشه خدا رو بسیارتر یاد می‌گیرید با این بویور نگن که ما یاد نمی‌کنیم یعنی که برای که وقتی بوی میشه متاسفانه بعضیش در نظر دارم در خونه بعضیش خدا را فراموش میکنن و هم خودش شکرگزار باشه هر چیزی که داره شکر کنه داره نداره شکر کنه خداوند یعنی که چه دیری نیت بکردم خاطر میگن که شاید پروردگار بگه که من همین بیتیم یعنی خیر چی میگم سوی بسیارتر بیتیم اگر برای کوچگی ما شاید از خود برای خدا را فراموش کنیم و هم خود درمند هستی نیازمند هستی کمبغل هستی بی پسر هستی یعنی بی فرزند در نظر برم و همه شکرگزار باشه اولش خدا آخرش خدا از همه بیندارم پروردگار سربلند باشه پروردگار این کمپانی بگیم شرکتی برادر زیارتشاپ مرای قبیسیوتا کنه الله شاهده بیای برادری که کمک سایفای کلان داره برادر سخن کرد بیای این دستگیری همدیگر میشه هم از طرف ما هست از طرف شما یعنی که دستگیری خلق شما شرط نیست هم طوری که ما بدل کارمند در اینجا دسترای کو دا
کم شعور کار فرمودن در کار میشیده که الحمدلله امروز برادری توجی سرویس دارن برادری توجی مسجد ساز کردن چقدر آشپزخانه کردن امروز الحمدلله برادرها پیجامه خداوند نگهبان تو باشد چی بگم کمی ندارم بله از خانهای شما هم در فکر من دونسته شیری آمد که میگه شکرگویی نعمتت افزون شود گرمگویی از کفر بیرون شود. خب بینندگان عزیز از همه شما میندار هستم که گوش به صدای ما کرده. الحمدلله از این جانب پس ما در برنامه خود برادران را به مثل یمخی بابا جان دعوت میکنیم برادران قرناسره ان شاء الله که صحبت‌های خاکسارانه است صحبت‌های فقیرانه ان شاء الله که در دکان‌های خاکسارانه ما در برنامه خوشه از گوشه ان شاء الله که بهر شما پیشکش میکنیم. بله تا صحبت‌ها بنده خدا حافظ خدا یار و مددگار. بله یک چیز دیگه برادرها پروردگار کل شما را مردم مسلمان و خصوصا مردم ترکستان و جاهای مقدس به خانه خدا رفتن نصیب گردونه. حرکت کنه بره اونجا میره میاد کمک زندگی دیگر بشه یعنی میفهمی دینی رو میفهمی بعد شکرگزاری همین نعمت ها میکنی که اون مردم در اونجا بعضی محتاجان بعد میفهمی که الحمدلله ما داشتیم و هیچ نداره در کوچه در روی برق فبرنج میخوره. خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله بهترین شخص الحمدلله عبدالله بوگی يا وجدي هبت عادي على انسان